بریم واسه خوش و نازنین خانم. سلام آقا کوروش، سلام نازنین، خوبین؟ یه میوه ها رو آوردم براتون بخورین. یه خورده ای بویشین. غذا خوردین؟ این موزا رو فعلا بخوریم با سیب و نارنجی. نازنین با خدا وضع منو که میدونی، وضعم خوب نیست، بخوام کمکتون کنم. نه یه خورده پول داشتم دادم به این میوه آوردم برات. بیننداد یه اونش به خودشون بستگی داره. الان انشالله چه ببینیم خدا چی میخواد. اینا همش حکمت الهیه. انشالله همه چی جور میشه. باش.
وضعیت خرابه. سیب خری بتقلنا بري طبعا بهم قلنا واجه
افسانه رفیق مامان چیکار ترشی افراطو بی زحمت ایمانانی بریم خونه افسانه کوروش بری تا کوروش یکار باید بره خیلی خاطر چی رو بیرم میدونم یه دقیقه بده بیا سرم بده بیا سرم یه ما آقا فیلم بفرمایید سلام سلام حالا سلام خوبه؟ سلام حالا چطوره؟ خیلی ممنون خوبی؟ خیلی ممنون دستون دارم چطوری تو؟ حالا افسانه نمیت شد بودی یه وقت بریم مامان کنم آزاده و خیلی در بدر حالا افسانه بله یه وقت بریم مامان و اوماش کنم نرم داخل کوچه خیابونن در بدری عزیزم مامانت موقعی که اومد پیش من موقعی که اومد ازم چه گرفت این خودشو اینجوری گرفت من هیچی ندارم دستم خالیه خب میدونی با اون چکم مال مردم بود که من بهش دادم حواست هست سری قبلم همین بلا و سر من آورد یادته که پول گرفتم چه گرفتم دوباره دادم عبدالله باز همین بلا سرم آورد خب گفتی الان من چه کار کنم براتون ها حالا افسانه مامان کاری که خواست چه سپاس کنیم ولی اصلا خرجیمون هم میدرو از این همه مدت میدونی چه فرصت من بهش دادم واقعا ایره باقداری کاری که ایره تمیز گریه نکن ببین کوروش هم قلبش درده کنه تولرز داره الان چی باید زفتش کنه اصلا نمیتونم زفتش کنم فقط تنها برای خب مامان عزیزم من هیچ کاری از دستم بر نمیاد براتون انجام بدم دوست دارم کمکتون کنم آخه چه کار کنم وقتی ایمان مردمه وقتی مردم هر روز میاد در خونه من میگه پولم میخوام حالا من چه کار کنم مامانت اصلا فکر اینو نکرد که من اومدم قرض کردم از مردم این چی ایمان گرفتم بهش دادم واقعا اگه مامان آزاده بود با هم میره کاری کنیم دوتا مامان میره کاری کنیم حالا من توی شرایط چه کار کنم من توی شرایط کجا برم خب مامانت دیگه فکر اینو نکرد این همه مدت این همه من بهش فرصت دادم چرا پول مردم نیومد بهشون بده حالا افسانه اعتماد بیا بشین اینجا کوش بشین اینجا بشین خاله نیافتم نه عزیزم این کار نکن حالا افسانه این کار نکنی سوسه این کارا چیه عزیزم اصلا من هیچ کاری نمیشه براتون بکنم ببین چه اون روز داره بیتابی که مثل مامانی اصلا من نمیتونم کاری براتون انجام بدم شما خودتون برید پیش دوستی آشنایی فامیلی هر کسی دارید به ما هیچ نداریم جز مامانی خود مامانتون هم روز چرا فکر نکرد اما وقتی من چک بهش دادم مال مردم بود مال من خونه بود من و همین آرایشگاه دو ریال کار میکنم برای زندگی خودت که دیدی مامانت هم اومد در خونه من گفتم بذار اشکال نداره حالا دیگه کوروش اینجوری وضعیتش اینجوری بذار بهش کمک کنم واقعا مامانی میره باغداری کاری که ایره رستوران کاری که ایره تمیزکاری کاری که ولی پس خرجیمون هم میداد میدونی چند مدت بود که من این چک بهش خب دادم واقعا میدونی چه فرصت داخل این چند مدت خیلی اتفاقات پیش اومد چه اتفاقی پیش در اومد؟ حد اتفاقا هم اصلا مامان کجا کاری بود؟ کرد. اصلا مامانت کجا بود؟ این مدت مامانت کجا بود که نیومد کار کنه؟ این کار نکن عزیزم این کار نکن حالا افسانه رسیده چه بسوسه آخه چه کار کنم؟ من چه دستم برگرد انجام بدم؟ قبلش آخه این چکی باید پاس کنه این اما این چک از کجا بیارم؟ خب واقعا مامان تو آزاد کنید دوست ندارم کاری کنید. تو فرصت بمونه میده کسی که من این چکی بهم داده فرصت نمیده دوباره فرصت اصلا من فرصت زیادی به تو دادم مامانت با فکر اینجاشو میکرد مامان یک درصد فکر این نکرد اصلا راهی نداره هیچ راهی نداره نمیدونم اصلا هیچ کاری نمیشه براتون انجام الان بدم تلفن دوستی تو نمیشه عزیزم آخه من چیکار کنم آزاد کنم نه چک مردمه خب من چک مردم رو چیکار کنم اصلا شما خودتون بگید این پولشو میخواد من الان این پولشو میخواد اصلا من بگم چی بگم مامان شما چرا این مدت من پولشو بده الان بچه که ما آواری بیامون انگاه جای داریم بریم هیچی چرا همون روز اول مامانت
چی که مردم پاس بود واقعا کاری کنه با خودم کار کرد ویدیو اپراتور فرستادم که کاری اصلا کرد من نمیدونم چه کار کنم خدایا اصلا مامانت هیچ تلاشی نکرد هیچ تلاشی نکرد فقط اومد پیش من التماس کرد همه جا گشت هیچ کس کمکش نکرد اومد دوباره پیش من گفتن رفیقمه پسرش مریض حاله بذار کمکش کنم خب من با این توی شرایط دستشو گرفتم این با کاری میکرد اینجوری من شرمنده نشم این مال مردم بود مال من خونه بود حالا من چیکار کنم با 400 میلیون پول کمی که نیست از کجا بیارم از کجا بیارم این سالن منه من روز چه کار میکنم که بتونم چک مامان رو دور باز کنم مامان بی عقلی کرد و خودش بدونه چه کار کنه من چه کار کنم توی شرایط عزیزم اصلا راهی نداره خواهش میکنم که پیش منم نیاری این شرایطی نیاری پیش من گلی کن بری پیش دوستی آشنای فامیل برو بیرون عزیزم برو مزاحم کار من نشی هیچ راهی نداره من هیچ کاری ندارم عزیزم اصلا نمیتونم شرمنده تر کنم بفهمید مزاحم کار من نشی عزیزم برو حالا اصلا واقعا مثل اون رفیق اینطوریه چقدر آدم باید اینطوری بود کوروش ببره برو عزیزم برو نه کمک مامانت کردم مامان خودش نخواست ای بابا